در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. الذين يأكلون الربا لا يقومون. ربط این آیات بر آیات گذشته چیه؟ آیات گذشته بحث انفاق بود، آیاتی که الان میخوانیم بحث ربایه، بحث سوده. در آیات انفاق بحث از نیته. شما برای برادر مسلمان خو انفاق میکنیم، برای برادر مسلمان خو مصرف میکنیم، برای برادر مسلمان خو زکات میدیم، خیرات میدیم و بالاخره بحث مروته. اما در بحث سود چیه؟ بی مروتیه. در عرصه انفاق انسان تخم ای به ای ربط داره. یک نفر که برای از انفاق کنیم، صدقه بدیم، چقدر خوشحال میشه. اما برعکس انسان هایی که کار سود بین جامعه میکنن، یک نفر داده برای اینا 10 روپیه، ایر به برج دیگه بستونه 12 روپیه، 14 روپیه، 18 روپیه، 20 روپیه، دم بدم هی بغض بالا میره، کینه بالا میره، عداوت بالا میره، دشمنی بالا میره.
شریعت که یک چیزی تحریم کرده، یک چیزی حرام کرده، حکمت ها داره. پس در از این قضیه این ربط این آیه با آیه. نکته دیگه اینه که در بحث انفاق کسی که نفقه میکنه این در حقیقت ترک دنیا کرده و رغبت با آخرته. میای مال، ثروت، دارایی که با خون دل، با آبله کف دست پیدا کرده، میای برای برادر مسلمان خود کمک میکنه. این در حقیقت چیه؟ در حقیقت اینه که پشت به دنیا کرده، رو به طرف آخرت کرده. این به اصطلاح همو حس دنیا پرستی از وجود خود دور کرده، سر تا پا متوجه آخرته. اما برعکس سود، کسی که برنامه سود داره، کار و برنامه سود داره، این توجه خورد ترک آخرت کرده و توجه خورد به طرف دنیا کرده، آخرت رو فراموش کرده، هم و غمی و فقط پوله، نه رحم داره، نه شفقت داره، نه ترحم داره. بین جامعه آدم میشنوه پدر از پسر سود میگیره، پسر از پدر سود میگیره. خب رحم میمانه، شفقت میمانه، اخوت میمانه، دوستی میمانه. این ربط چون انفاق بحث شد، بحث مروت و دوستی از روا میآیه. یعنی چی؟ یعنی بحث بی مروتی، بحث بی مهری، بی محبتی. به این واسطه ربط آیات یک اشاره مختصری کردیم. آیات رو میخونیم و ترجمه میکنیم، بعداً به ارتباط به سود صحبت میکنیم. الذين يأكلون الربا، کسانی که میخورند سود را. هدف از این که میخورند یعنی کار و برنامه سود دارن. از همو که آیه دینا میشه میخورن، مصرف میکنن و به هر طریقی بناهن به یأکلون شده. الذین یأکلون، کسانی که میخورن سود را، لا یقومون، اینها بر نمیخیزن، الا که مگر بر میخیزن در روز قیامت، کما یقوم، چنانچه که بر میخیزه، مانند کی؟ الذی، کسی که یتخبطه الشیطان، ایر خراب کرده شیطان، یعنی شیطانی برمیخزه، یعنی با فکر شیطانی، با حیله شیطانی، با مکر شیطانی و بالاخره دیوانوار برمیخیزه. ما و شما به بین جامعه داریم میگیم یک نفری شروع میکنه خور به زدن، خور به این دیوال میزنه، به اون دیوال میزنه، خور به زمین میزنه، خور به اصطلاح زخم و نرم و نور میکنه. به اصطلاح ما و شما این چه کار شده؟ میگم این جندگی شده، یعنی شیطان آماده در وجود از این. خب به صحرای محشر انسانی که برنامه و معامله و سوده، وقتی از قبر بیرون میشه نمیفهمه چه کار کنه، وحشت اور میگیره. سودی که خورده، این جنایتی که کرده، این جنگی که با خدا و پیغمبر کرده، حالا چگونه جواب بده؟ چنان مفسرین میگن چنان ای به دیوانگی و به حالت زد و خورد و هیجانی از قبر برمیخیزه که دیگه صحرای محشر همه متوجه میشن که ای چی جرم و جنایتی کرده که ای حالت داره. ایر میگن یتخبطه الشیطان، کسی که خراب کرده او شیطان، من المس، به سبب رساندن به او مساس کرده شیطان، یعنی او آله دست خود قرار داده و همی آسیب، همی وحشت شیطان بری از او. در دنیا که عقل خور از دست داده بود، رسید انسان سودخوار بی عقل دیگه، عقل نداره. چند روز پیش یک برادری آمد گریه میکرد، گفت من به می دام فریبنده شیطانی سود افتادم، ولی حال خبر شدم توبه میکنم اما نمیتونم قرض، طرف مقابل من رها نمیکنه. طرف مقابل رو بخواستیم به داخل می دارالعلوم، اما انسان ظالم که وقت ظالم میشه قبول نمیکرد، میگفت نه، برجی که 5000 روپیه به من سود میداد این باید حتمی بده یا کل پول و سرمایه مر حمالی بده، بعد میته برج ببود. این شخص گریه میکنه که من ندارم، او میگه که من به گپا نمیفهمم. ببینیم تعبیر قرآن میگه بعضی انسان ها گرگ میشن، اولایی که کل انعام بل هم اضل، بلکه از گرگ و از درنده هم پستر میشه انسان. وقتی که انسان مسخ شد، از برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ظاهرا انسان ها مسخ نمیشن، اما خیلی دلهای مسخ شده، خیلی فکرهای مسخ شده.
درسته به ظاهر میبینیم به جامعه همین شخصی که آمده بودک ظاهرا میدیدیم دو تا چش داره دهانی داره و بالاخره ظاهرا آدم یا انسان شیشته، اما خدا بیتر میفهمه در باطن چی بود. برادر یا گریه میکنه که من ندارم، نمیتونم میر داده، اما او میگه نه هیچ راه نداره. از 50,000 افغانی سودی رسیده بود به 2.5 لک افغانی رسیده بود. او هنوز میگفت که نه من قبول ندارم. اونجا یاد ما آمد گفتم خدایا بیشک تو علیمی، خبیری، دانایی، حکیمی که در این کلام تو آماده که بعض انسان ها اولئک کل انعام بل هم اضل، بعض انسان ها مثل چارپا میشن بلکه از چارپا هم پستر. یعنی چی؟ یعنی گرگ میشن از گرگ پستر میشن، کلب میشن از کلب پستر میشن. وقت گرگ خور به رمه میزنه، گرگ خور به رمه میزنه، اگر بره هر قدر پیش گرگ زهری کنه گریه کنه اور گرگ رها میکنه؟ نمیکنه. گرگ اور بر میداره و بالاخره میره اور میدره و از بین میبره و میخوره. پس فرق همین دو انسان که کنار هم ششتن، یکی گریه میکنه که ندارم، یکی دیگه میگه نه من به این گپا نمیفهمم. باید سودر بدی، آیا گرگ بشده یا نشده، آیا درنده بشده یا نشده. من به همونجا گفتم هر چیز زودتر معامله از اینا رو فیصله کنیم که شاید همین لحظه عذاب الهی بیایه. پس این خیلی مهمه که در این آیه میگه یتخبط الشیطان من المس. به روز قیامت وقتی که از قبر برمیخیزن شیطان اینا رو خراب کرده، اینا عقل ندارن، دیوانوار برمیخیزن، جن زده و شیطان زده برمیخیزن از قبر، مثل که در دنیا عقل نداشتن. این عقله. انسانهای دلرم، آیه مبارکه قبلا رو به شما اشاره، قرآن عظیمشان اشاره کرد که اگر کافر مظلومی را میبینیم که نادار و ناچاره برای کمک کنیم، اما این انسان بدبخت و شقی به برادر مسلمان خود کمک نمیکنه. یعنی این مهمه. پس اینجا آیه قرآن میگه ذالک بانهم، این گروه اینا قالو گفتن، همین سودخورا در صدر اسلام دوران جاهلیت سود خله بود که خیلی به اوج خود رسیده بود. وقتی آیه نازل میشه قالو گفتن انما البیع مثل الربا. سودخور چی میگه؟ این که مشکلی نداره، هم یک بیعه، یک معاملیه. انما البیع، همانا بیع که تجارت و معامله، مثل الربا، مثل سوده. پیش خو استدلال بیعقلانه و بالاخره بیخردانی داره. مثلا میگه این موبایل 1000 افغانی قیمت یانه، شما ایر به 1000 بخریدیم من 1200 نمیدیم. بله خب ایر به 1200 میدیم. میگم من 1000 بتر برای فلانی میدم، از 1200 میگیرم. این چی فرق میکنه؟ این استدلال غلط بیعقلانی، چون شیطان عقل از اینا گرفته. نمیفهمه که الله میگه و احل الله البیع، حلال کرده الله بیع را، خرید و فروش را، و حرم الربا، و حرام کرده سود. خیلی فرقه. الله یکی حلال کرده یکی حرام کرده. بعد این میگه چی؟ هر دو تا یک معامله. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. خب هم انسانی که زنا میکنه، هم انسانی که زنا کنه، او پیش خوشادی تا تعبیر کنه که اینه چی فرق میکنه دیگه؟ این هم زانیه، زن منکوهی که وقت نکاح هست، این هم زانیه دیگه. یک فرق که به وسط میایه که در اونجا خدای تبارک و تعالی زن منکوه رو به تو حلال کرده، زنی که بعد نکاح تو نیه حرام کرده. خیلی فرقه. در اینجا هم که میگه انما البیع مثل الربا، بی مثل سود، اینایی که میگفتن خیلی فرقه. الله میگه و احل الله البیع، حلال کرده الله سبحانه و تعالی بیع، خرید، فروش، معامله، و حرم الربا، و حرام کرده سود. فمن جاءه موعظه من ربه، پس کسی که بیایه برای از او موعظه از جانب پروردگارش، یعنی آیات قرآن وقتی که نازل بشه، فانتها، خورباز بداره، فله ما سلف، بر اون آنچه که گذشته. یعنی در دوران جاهلیت هر کس هر قدر معامله سودی کرده، وقتی آیه نازل شد و این بفهمید و موعظه بری از این آمد، حالا دیگه دست بکشه. اگر دست کشید فله ما سلف، آنچه که در گذشته گذشته. و امره الی الله، امر کار ازی بر خدایه. گذشته را الله میامرزه، آینده هم به ید بلا کیف الله سبحانه تعالی که آیا ای پس رجوع میکنه یا نمیکنه. اما نکته این جگایه
کسی که تا دیروز نمیفهمید امروز بفهمیده، و کسی که تا دیروز مثلا سود حرام نشده بود و آیات صریحاً بیان نکرده بود، خب بحث سود داشت، حالی که صراحت فهمید، عواقب سود فهمید، حالا چه کاره؟ و من عاده، کسی که برگشت پس به سوی سود، حالا دیگه خب بفهمید بازم برنامه سود انجام میده، ای دیگه فاولئک اصحاب النار، ای گروه اینها یاران آتشن، اینها اصحاب جهنمن، اینها کسانی هستند که باشندگان جهنمن. یعنی سودی که اونها به دست میارن در حقیقت این کاروبار سود بلیت جهنم، وسیله جهنم و او اسباب جهنم رو برای خود فراهم میکنن. خب این جهنم یک روز دو روزه، یک ساعت دو ساعته، هم فیها خالدون، ایشان در آنجا برای همیش میمانن. در روایت ها میاره که الله سبحانه و تعالی چند کس را نمیبخشه، انسان سودخوار را نمیبخشه. اگر این سود خدای نخواسته و نعوذ بالله من ذلک حلال بدانه که بگه انما البیع مثل الربا، ها اگر حرام خورده، سود حرام گفته، برنامه سود انجام داده، باز حدیث شریف میاره که اشاره میکنیم که فقط چنان در جهنم میسوزه که تا آن گوشت هایی که بر سود رشد کرده بوده همه ذوب بشه، همه که ذوب شد بعدا از جهنم نجات پیدا میکنه. انسان‌های بی عقل و بی خرد فکر میکنن که اگر صدقه بدیم مال کم میشه، اگر سود بخوریم و سود و برنامه سود باشه مال اضاف میشه. الله میگه ایت فکر نکنیم، یمحق الله الربا، نابود میکنه خدای تبارک و تعالی چی؟ به برکت الله سبحانه و تعالی وقتی که کسی در راه سود قدم بگذاره، تمام سرمایه از او الله سبحانه و تعالی محو میکنه. یمحق الله الربا، برعکس و یربی الصدقات، چه کار میکنه؟ برکت میده، رشد میده، نمو میده صدقات. یعنی کسی که سود میخوره و برنامه سودی داره، کار و معامله از این همه چه کار میشه؟ محو میشه، نابود میشه، همه بالاخره یا با آتش میسوزه یا به دریا غرق میشه یا همه نابود میشه به هر طریقی که بالاخره. این نص صریح قرآنه. شما در دنیا یک سودخور پیدا کنیم که به 5 سال و به 10 سال او سرپا خواستاد شده باشه. انسان ها بودن که خیلی سرمایه دار بودن، مجردی به سود قدم گذاشتن چه کار شده؟ در به در شدن. امروز متاسفانه به کوچه و بازار، به قریه و بالاخره منطقه، از این کوچه به این کوچه، از این منطقه به این منطقه، اشخاص میگردن و در خانه ها و فامیل های مسلمان ها سود در توزیع میکنن و ترویج میدن. فامیل ها در به در شده، فامیل ها مشکلات دیده. آنقدر مسائل عجیب و غریبی به اینجا بریم و مراجعه میکنه. 3-4 روز قبل بود یا 1 هفته قبل بود، زنی سود برمیداره مخفی و شوهر واقف نشه، رفته سود برداشته، نمیفهم دیگه مشکل اینا خدا کنه که حل شده باشه. این هیچ به شوهر خو نگفته. کی بوده؟ 3.5 سال 4 سال پیش. 3.5 سال 4 سال پیش چند برداشته، چنده؟ سبحان الله. این سود عجیبه بوده. 10,000 افغانی، انشالله که 10,000 افغانی گفت 10,000 افغانی گرفتم که من یک مشکلی داشتم. 10,000 افغانی از این 3.5 سال پیش، همین روزی که آمده بود 1 هفته قبل، خور به 4.5 لک افغانی رسانده بود. به 4.5 لک که برسیده بود، اینجا برای زن اخطار داده بودن که بیار پولار دیگه، 4 سال 4 سال میشه تو چه کار میکنی؟ اینجا این زن دیگه ناچار به شوهر خود نمیگفت. بعدن شوهر میایه که دم سرا 2 نفر استاده و خود چی گپ چی خانم شما میتون معامله داشتن 3 سال 4 سال میشه شما بیاین پول رو بپردازید. این بحث به طلاق کشانده شده بود، به زدن کشانده شده بود، زن لط خورده بود، زن باز فرار کرده بود از خونه. و ببینیم این عواقب 1 هفته قبل، این من از 10 سال و 20 سال پیش به شما نمیگم، 1 هفته قبل محو میکنه، تکه تکه میکنه انسانر، بدبخت دنیا و آخرت میکنه انسانر. الله سبحانه و تعالی میگه دیگه یمحق الله الربا، محو میکنه الله سبحانه و تعالی چی؟ زندگی که با سود آلوده باشه.
زندگی و سرمایه و معامله سودی که باشه و یربی الصدقات و الله برکت میده، زیادتی میده در صدقه. آیه جلوتر جلسه گذشته خواندیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل. 1 روپیه در راه الله، الله میده 7 سنابل. این مثل خوشی گندم، 1 دانه گندم به زمین پاشونده بشه، این خوشی بیرون میشه که 7 دانه، از این 7 دانه باز هر خوشی از این خوشه های مختلفی داره و بالاخره تا میرسه به 70 و به 700 و والله یضاعف لمن یشاء. خدا بهتر میفهمه که الله در 1 روپیه‌ای که با اخلاص در راه الله داده بشه چند مزد و ثواب میده. والله لا يحب كل كفار اثیم. خدا تبارک و تعالی دوست نداره کل کفار، هر ناسپاس و گناهکاره. این ناسپاسیه. چرا سود انسان ور میداره؟ یعنی اگر همی جریانر همی زنر برای شما ما بگم که این چرا سود ور دیشته بود، رستی هم که کل کفار اثیم بوده، خیلی ناسپاس بوده. برای گفتم خواهر جان تو سود در مستی چکار کنی؟ میخواستی چکار کنی؟ گفت چی؟ چند تا زنی آمدن گفتن بچه تو وقت سالگردی یا شده سالگیره بگیریم. گفت من به شوهر گفتم این چی زحمت بدم، رفتم 10,000 از فلان بانک وردشتم، همون سالگرد بچه خور گرفتم. سالگیره میگن چی میگن؟ سالگیره گرفته. گفتم حالا میگم سالگیری اجی آقای رو بگیری دیگه کو راه و چاری دیگه نمونده دیگه در این قسمت خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینیم اینجا آیه میگه والله لا يحب كل كفار اثیم. الله دوست نداره هر ناسپاسه. ناسپاسی آدم رو به سود مندازه، ناسپاسی آدم رو به قمار مندازه، ناسپاسی آدم رو به دزدی وادار میکنه. انسان نباید ناسپاس باشه. کفار صیغه مبالغه، اثیم صیغه مبالغه. کفار که ما شما کافر میگیم، کفار یعنی بسیار انسان ناسپاس، بسیار انسان گناهکار. الله سبحانه و تعالی میگه من انسان ها رو دوست ندارم. این انسان هایی که به ناسپاسی اینا شکر نمیکنن، اینها بالاخره از راه مشروع پول به دست نمیارن، اینا رو میگه من دوست ندارم. ان الذين آمنوا، همانا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و اقاموا الصلاة، نماز را برپا داشتن و آتوا الزکات، زکات دادن، لهم برای از اینها اجرهم عند ربهم. الله اکبر. خوبه، خراب. سودخور چند مذمت شد، الله میگه والله لا يحب كل كفار اثیم. آدمای خوب و شایسته باز ذکر میکنه که اینطوریه که همه سودخور باشن، همه بدبخت باشن، همه شقی باشن. نه، کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، نماز میخوانن، زکات میدن، لهم اجرهم عند ربهم، برای از اینها مزدی به نزد پروردگار ایشان، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برای ایشان چیه؟ ترسی هم نیه و غم و اندوهی هم نیه. غمگین نمیشن، غم نمیخورن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا، ای مسلمان ها، ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، بترسید از خدا، و ذروا ما بقی من الربا، ترک کنید ما بقیه، آنچه که باقی مانده از سود، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید. این آخرین آیه که بر تحریم سود نازل میشه که بعداً توضیح میدیم. خب فإن لم تفعلوا، اگر ترک نکردید، اگر کسی سود بفهمه که این حرامه و بعداً هم انجام بده و ترک نکنه، این آیه اشاره میکنه فإن لم تفعلوا، اگر شما ترک نکردید، فأذنوا، پس آماده باشید. آماده فأذنوا به چی؟ به حرب من الله و رسوله، به جنگ با خدا و پیغمبر. اگر سود رو ترک نمی کنیم آماده شیم دیگه، آماده به جنگ. به تو کسی که در بانک کار میکنی، مخاطب من کسی که در آینده صدام رو میشنوی، و تو بانکی که به پخش و نشر سود کار میکنی، و تو کسی که سود رو به بین مناطق و قریه ها و بالاخره بین مسلمان های بیخبر ترویج میکنی، به تو میگم اگر ترک نمی کنی، فأذنوا بحرب من الله، آماده شوید. اگر طاقت جنگ دارید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، که مطمئنم صدای من در آینده به گوش تو خواهد رسید که امروز بانک ها مردم را در به در کرده، امروز بانک ها مردم را بالاخره تکه تکه کرده. امروز اکثریت بانک ها نمرود و فرعون دعوای خدایی کردن
نمرود با خدا میگفت که من خود خدا میجنگم. امروز اکثر بانگ ها، بلند بانگ ها، بیرقی که برافراشته این نشانی اینه که یعنی نعوذ بالله من ذالک ما آماده با جنگ، آماده جنگ با خدا و پیغمبریم. پس متوجه باشن تو کسی که سود میدی، سود میگیری، سود میخوری، کاتبی، شاهدی و بالآخر ناظری و کار میکنی، فأذنوا، پس آماده باشید به چی؟ به حرب من الله و رسوله، به جنگ چی؟ من الله و رسول. اگر طاقت جنگ با خدا و رسول داری به این کار حرکت بکن و قدم بزن. و این تبتم فلکم، اگر توبه کردید فلکم، پس برای شما رؤوس اموالکم، اصل مال شما نه. تو کسی که به برادر مسلمان خود سود دادی و بالآخر سرمایه دادی و بعدن از او تقاضای سود و اضافه میکنی، اگر توبه کردی فلکم رؤوس اموالکم، برای شما همون رأس مال شما نه. 10,000 دادی 10,000 تونه، 1 لک دادی 1 لک تونه، پس چه کاره؟ لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید و نه بر شما ظلم کنن. به کسی که سرمایه دادی که به تو سود بده، اگر توبه کنی رأس مال از خودتونه، چه کاره؟ به شما ظلم نمیشه، باید همون پولی که دادی پس رأس مال به شما برسه. ولا تظلمون، و نیم بر شما ظلم کنن، نه شما ظلم کنیم نه اونها ظلم کنن. آیه مبارکه اشاره میکنه و این کان ذو عسرة فنظرة الی میسره، اگر باشد ذو عسره، بینوای، انسان محتاجی. حالا انسان محتاجه، برای از پول داده، یک شخص تاجری بوده، بانگی بوده، هر بلابتری که بوده پول داده. حالا وقتی که توبه کرده همی شخص، همی کسی که سرمایه از اونه، و این کان ذو عسرتین، اگر طرف مقابل شما ذو عسره بود، انسان پریشانی بود، انسانی بود که نداشت، مثل جریانی که من پیشتر ذکر کردم که میگفت من ندارم، فنظیرتون الی میسره، پس چه کار بشه؟ فنظیرتون، پس برای از این مهلت داده بشه الی میسره، تا ای برای از یسر پیدا شه، توانایی پیدا شه، توانگری پیدا شه. برای او بگه که برادر عزیز و بزرگوار، از امی لحظه من توبه کردم، از تو ماه 500 1000 10,000 بیشتر کمتر که به نام سود میگرفتم دیگه نمیگیرم، تو فقط مهلت داری به 6 ماه به 1 سال می اصل پول مر بدی، اصل پول مر بپرداز. اما و ان تصدقوا خیر لکم، اگر ایر تصدق کردید، عفو کردید، ببخشیدید، برادر تو پول نداری؟ برادر عزیز تو پول نداری؟ نه، فقیری، مسکینی، تا به حال مگری به من سود میدادی، من امی سرمایه رو به تو ببخشیدم، چقدر خیر لکم، این بهتره برای شما. ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید و بدانید، اگر بفهمی که دست کشیدن از سود چقدر انسان از آتش سخت و بزرگ نجات پیدا میکنه، اگر بفهمی که تو برای طرف مقابل مهلت بدی تا او توانگر بشه، چقدر برای تو ثوابه. اگر این سرمایه‌ای که برای فقیر دادی و امروز نداره ایر برای از او ببخشی، اگر اینا رو بفهمی قطعا عمل به قرآن میکنی. واتقوا، بترسید، یوما، از روزی که ترجعون فیه الی الله، چکار رجوع میکنید، بازگردانیده میشوید، فیه در آن، به سوی کی؟ الی الله، به سوی خدا. ثم توفا، تمام داده میشه، کل نفس ما کسبت، هر شخص را که ما کسبت، آنچه که کسب کرده، و هم لا یظلمون، چکار ایشان ظلم نمیشه بر اینا، ستم نمیشه. به صحرای محشر بر هیچ کس ظلم نمیشه. چنین نیه که سودخور به اونجا از او گناه و معصیتی اگر توبه نکرده باشه کم بشه، نه، همه ذره ذره انسانی هم که انفاق کرده در راه الله سبحانه و تعالی، از او هم چیزی کم نمیشه. 1 سبحان الله در راه الله گفتیم، 1 روپیه در راه الله دادیم، دست 1 مستضعف و مظلوم و پریشان رو گرفتیم، و خلاصه به خاطر خدا به طرف 1 مسلمان تبسم کردیم که قول معروف خیر من صدقه یتبعها، اینها گم شدنی نیه. و هم لا یظلمون، پس بری از اینها ستم کرده نمی شود. ارتباط به سود به طور خلاصه و فشرده بعضی نکات رو اشاره میکنیم. ربا به معنای چیه؟
ربا به معنای چیه؟ وقتی میگیم سود یعنی ربا. در قرآن آمده الذین یأکلون الربا، الذین یأکلون الربا. ربا وقتی که سود میگیم به فارسی موشون سود یعنی فایده. ربا در عربی به معنای زیادت، زیادت به سرمایه یک چیزی زیاد افزودن. مثلا به یک نفر 10 افغانی میدیم، 1000 میدیم، میگیم از تو 10 روز 15 روز بعد چه کاره؟ 1200 میگیرم. 1000 دادیم 1200 میگیریم. این سودی که در قرآن بیان شده انمی سوده. 1 روپیه 1000 بدادیم، میگیم 1 ماه بعد از تو 1001 روپیه میگیرم. بخی 1200 نه، 1 روپیه اضافه تر. جنس به جنس هر چیزی که اضافه بشه بالاخره او چی میایه؟ او سود میایه. قاعده کلیه که همین آداب کی برای شما گفته؟ همین جریان کی گفته که شما اینقدر مؤدب باشیم و اینقدر احترام و اینقدر؟ گفتن این دین ما گفته، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن. اینجی شخص مجوسی میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. شخص مجوسی مسلمان میشه، میگه میره به خانواده خود، کل خانواده مسلمان میکنه. ببینیم آداب، هم دوستان خدا چقدر از سود میترسیدن. به همی که کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرضی که بعد از خود نفع داشته باشه این سوده. ان همیر امام ابو حنیفه صاحب اینقدر رعایت میکردن. سود بعضی از علما گفتن که به یک مرحله تحریم شده، به یک مرحله فقط آیه آمد و ذروا ما بقی من الربا، ترک کنید شما آنچه که از سوده. بعضی دیگه از علما گفتن نه، سود مثل شراب به تدریج چه کار شده؟ به تدریج حرام شده. به چند مرحله؟ به 4 مرحله. مرحله اول در سوره روم خدای تبارک و تعالی میفرماید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. آیه 39 آنچه که به عنوان ربا میدهید تا از اموال مردم چه کاره؟ فزونی یابه، اضافه بشه، نزد خدای تبارک و تعالی فزونی نخواهد یافت. این مرحله اول. مرحله دوم سوره نساء آیه 161 الله سبحانه و تعالی میفرماید ارتباط به مذمت یهود که یهود چه کار کردن و چی اعمال انجام میدادن، اشاره میکنه و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل. آنهایی بودن که دست به ربا میزدن و بالاخره مالهای مردم رو به باطل میخوردن و مسلمان ها گفته میشه تا مسلمان ها متوجه بشن. این مرحله دوم. مرحله سوم در سوره آل عمران الله سبحانه و تعالی در آیه 129 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ای اهل ایمان شما سود نخورین دوچند. یعنی چی؟ یعنی اگر 10,000 به مرتکه دادیم سودی 10,000 نباشه، نصف و نصف نباشه یا دوچند نباشه. این آیه و مرحله چیه؟ مرحله سوم. مرحله چهارم انمی آیه مبارکی که در اینجا امروز خواندیم سوره بقره آیه 278 میفرماید و ذروا ما بقی من الربا. چکاره؟ ترک کنید. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. صحابه یعنی با مجردی که این آیه نازل میشه و ذروا ما بقی من الربا، او صحابه‌ای که پول داده بودن به عنوان سود، که سود بگیرن، جا در جا بسیاری از صحابه اعلان کردن که بر علاوه که دیگه ما سود نمیگیریم، بعضی از صحابه امور رأس مال را برای طرف فقیر بخشیدن و ترک کردن. این به طور خلاصه و فشرده ارتباط به مراحلی که چکار میشه سود حرام میشه. و ایدهایی که درباره سود آمده، درباره ربا آمده چگونه؟ اول در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که در سود 10 نفر لعنت شده. 10 نفر. در رشوت کو 3 نفره لعنت الله علی الراشی والمرتشی و من یمشی بینه. کسی که رشوت میگیره رشوت میده و کسی که بین اینا منجیگری میکنه، بین از او رشوت گیرنده و رشوت دهنده کار میکنه. 3 نفر لعنت شده. در سود 10 نفر لعنت شده. کسی که سود میده،
کسی که سود میگیره، کسی که کاتب میشه مینویسه، و کسی که شاهد میشه، و کسی که راهنما میشه، و کسی که مشوق میشه و غیره و غیره. خلاصه به هر نوعی که انسان در عرصه سود دخل داشته باشه مورد لعنت خدا و پیامبر قرار گرفته. وقتی میگیم کسی مورد لعنت قرار گرفته یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت، غضب پروردگار بر سر از اونه و او دور از رحمت پروردگار عالمه. امروز به این بانک ها رحمت پروردگاره، به همه غضب پروردگاره، به اکثریت غضب پروردگاره. دشمن خیلی کار میکنه که بین جامعه میفهمه که امت از کجا ضررناک میشه و ضرر بری از او وارد میشه. این خوب دشمن میفهمه. شما ببینیم معلمین بیچاره ما رو میندازه، میگه که شما معاش خور بریم از بانک بگیریم، بریم از جایی که سوده. اگر آخوند ملای خطیبه میگه بریم، اگر پلیس اردوی، بالاخره هر کس که از باب مکتب برو معاش خور از بانک بگیر، تا این بره به این انسان سودخور، انسانی که سود میخوره و سود میده و شاهد و کاتب و میرزایی که به اونجا هسته، تا این انسان بیچاره و مستضعف هم بره چکار کنه؟ همین کسی که غضب پروردگار بر او شده، این هم بره همین دشمن الله را یک سلامی که مجبوره بکنه دیگه. وقتی همین معلم، همین بالاخره ملا، آخوند و خطیبی که به بانک بره به دنبال معاش خو، مجبوره که او چکار کنه؟ سلام کنه، سلام علیکم. این کسی که به اونجا شیشته و او کار میکنه دور از رحمت پروردگار عالمه. پس به اینجی ایر دانستیم که در سود هر کس که دخل داشته باشه به هر طریقی، یک نفر میاد اظهار مشکلات میکنه، میگه که من خیلی مشکلات دارم، شخصی بریم میگه خب برو از فلان بانک سود وردار، ایم ملعونه. امی که راهنمایی کرده، او تشویق کرده، چه کار کرده؟ ایم ملعونه، ایم لعنت شده. که اینقدر مهمه. دوم در حدیث شریف میاره، در حدیث شریف میاره که 1 درهم سود، 1 درهم، نگفته 10,000 20,000 100,000 یا بالاخره 1,000,000، نگفته 1 درهم سود گناه چقدره؟ اینه که انسان 36 مرتبه زنا کنه، 36 مرتبه زنا به 1 درهم سود. سوم ابن مسعود روایت میکنه الربا 73 بابا، ربا سود 73 دروازه داره یا 73 شعبه داره. چکاره؟ ایسروها، آسانترین از او، یعنی همون درجه پایین از او، بالا بالا نی، همین درجه پایین سود اینه که ان ینکح الرجل امه، این که نکاح کنه مرد مادر خور بری خود، یعنی با مادر خود زنا کنه، این سوده یا واقعی بیونه. چهارم جنگ با خدایه. جنگ با خدا کی طاقت داره؟ هر کس که طاقت جنگ با خدا و پیغمبر داره چکاره؟ میتونه بر سود بگیره، ما هیچ کس این طاقت نداره. پنجم همه این وعیدها که آمده به خاطر چیه؟ چون نظم و نظام و امنیت جامعه سود به هم میزنه. وقتی به جامعه کینه آماد، بغض آماد، عداوت آماد، دشمنی آماد، همه اینا گناهه. کینه، بغض، عداوت، دشمنی، اینا گناهه، اینا ثمره به وجود آمدن سوده. پس این همه وعید به خاطر این آمده که از جامعه امنیت، نظم، نظام، محبت، صمیمیت همه رخت سفر میبنده، همه میره دیگه. چی میایه؟ ظلم، ستم، بدبختی، شقاوت، اینها میایه. ششم حدیث دیگری که در ابتدا هم اشاره کردم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند گوشتی که از ربا پرورش بیابه یا پرورش یافته شده باشه او مستحق جهنمه، فقط او باید در جهنم چکار کنه؟ بسوزه. هفتم در حدیث میاره که در سرزمینی که زنا و ربا عام گرده، زنا و ربا، فحشا و سود عام گرده، او جامعه چکاره؟ دروازه عذاب بر خود اینا به روخ باز کردن، منتظر عذاب الهی باشن که عذاب میآیه. هشتم در شب معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که رفتن به یک جای رسیدن که انسان‌هایی دیدن که شکم‌های بزرگ و عجیب و غریبی دارن که مثل یک
در حدیث میاره میگه شکم اینا مثل اتاق، مثل یک خانه بود، به داخل شکم ها از اونا مارهای عجیب و غریبی بود که مشاهده میشد. رسول اکرم صلی الله علیه و میگم از جبرئیل پرسان کردم که اینها چه کار کردن؟ اینا چی جرمی کردن که شکم ها از اینا پر از ماره؟ مار به داخل شکم باشه چقدر سخته، چقدر اون نیش عجیب و غریبی خواهد داشت. جبرئیل میگه محمد اینها کسانی بودن که کاروبار اینا سود بود و در شکمهای خود سود در خلاصه داخل میکردن. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. آیه مبارکه که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله هست، این آیه که آخرین آیه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد. آخرین آیه‌ای که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد یعنی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله و همین آیاتی که احکام سود در بیان کرد، اینا آخرین آیاتیه. چون یک سوال پیش می آیه، ما مثلا از سوره روم هم آیه خواندیم که این اول سود گفته شد، و سوره نساء هم خواندیم و بعداً بالاخره از سوره آل عمران هم خواندیم، از سوره بقره هم خواندیم. کسی میگه که خب ما چی میفهمیم که این آیه آخر نازل شده یا این آیات گذشته خور منسوخ کرده؟ همین از کجا میفهمیم؟ از این میفهمیم که همین و ذروا ما بقی من الربا آیاتیه که در روزهای اخیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشه. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. این آخرین آیه. وقتی که این آیه نازل میشه، بعد از نزول این آیه مبارکه، بعضی گفتن که 31 روز بعد از این نزول این آیه 31 روز بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن. بعضی گفتن که 9 روز بعد از نزول این آیه مبارکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن. بعضی 7 روز، بعضی چند ساعت اشاره کردن، یعنی در همون روز این آیه نازل شد، چند ساعت بعد از او هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن. به هر حال آخرین آیه که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشه، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. بعد از این آیه مبارکه بحث باز قرض و مسائل اینها ذکر میشه که وقت ما و شما هم تمام شد. انشاءالله این آیه که معروف به آیه مداینه و بزرگترین آیه، انشاءالله به جلسه بعدی بحث اشاره میکنیم. پس نکاتی که امروز بیان شد بحث انفاق بود و بحث ربا بود. انفاق انسان مال انسان، تجارت انسان برکت میده، رشد و نمو میده، تعالی و ترقی میده. برعکس سود از بین میبره سرمایه انسان، خانواده انسان بدبخت دنیا و آخرت میکنه. آیاتی که در ابتدا خواندیم، الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة و فضلا. الله سبحانه و تعالی وعده مغفرت میده، وعده بالآخر فضل میده. اینجا ما و شما مخیر گذاشته که آیا به حرف شیطان میکنیم یا به حرف ذات اقدس الهی. الله که خوشبختی دنیا و آخرت نصیب انسان میکنه، علم میده، دانش میده، فقاهت میده، خیر کثیر میده انسانی که در راه الله سبحانه و تعالی قدم بگذاره. خدای تبارک و تعالی آنهایی که تا به حال به سود آلوده بودن و نمیدانستن، خدای تبارک و تعالی ایشان را از این منجلاب و بدبختی نجات بدهد و ایشان را از این جهنم دنیا که هنوز به جهنم آخرت نرسیدن، الله سبحانه و تعالی اونا را نجات بده. خدای تبارک و تعالی کسانی که در بین جامعه ترویج سود میدن و در بخش سود کار میکنن، الله هدایت کنه. خدا اونا را هدایت کنه. بار الله اونها را هدایت کن. اگر قابل هدایت نیستن، پروردگار اونها خار و ذلیل و زبون بگردان. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام برحمتك یا ارحم الراحمين.